بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم رخداد به گزارش دیگر خوش آمدید. پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل پیام رسانی تلگرام که به اتهام همدستی در فعالیت‌های مجرمانه در فرانسه تحت پیگرد قرار داشت، با اجازه مقامات قضایی این کشور را به مقصد دبی ترک کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در تاریخ 25 هود، قاضی تحقیق چند روز پیش با تعدیل محدودیت‌های قضایی دوروف موافقت کرد و به او اجازه داد برای چند هفته از فرانسه خارج شود. منابع آگاه تایید کردند که دوروف روز شنبه با موافقت مقامات از فرانسه خارج شد و حوالی ظهر از فرودگاه لو بورژ در نزدیکی پاریس به مقصد دبی پرواز کرد. دوروف 40 ساله در سوم سنبله با جت شخصی خود از آذربایجان عازم فرانسه بود که در فرودگاه لو بورژ در حومه پاریس بازداشت شد. دستگاه قضایی فرانسه او را به دلیل کوتاهی در مقابله با انتشار محتوای مجرمانه در پلتفرم تلگرام تحت پیگرد قرار داده است. پس از بازداشت دوروف در هفتم سنبله آزاد شد، اما تحت نظارت قضایی سختگیرانه‌ای قرار گرفت که شامل پرداخت وثیقه 5 میلیون یورویی، حضور اجباری در نزد پلیس 2 بار در هفته و ممنوعیت خروج از فرانسه بود. بازداشت دوروف در فرانسه بحث‌هایی درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی برانگیخت. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داد که فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه دوروف ممکن است به دنبال ارعاب او باشد. دوروف که خود را آزادیخواه می‌داند و حمایت از حریم خصوصی در اینترنت شهرت دارد، اما به دلیل مخالفت با نظارت و تعدیل محتوا در تلگرام با انتقادات زیادی روبرو شده است. او تاکید کرده که تلگرام را در سال 2013 همراه با برادرش برای تامین آزادی ارتباطات ایجاد کرده است، اما اذعان داشت که حضور مجرمان در این پیام رسان رو به افزایش بوده است. تعداد کاربران تلگرام در سراسر جهان حدود 950 میلیون نفر تخمین زده می شود. برای مشاهده سایر اخبار و ویدیوها کانال ما را سابسکرایب کرده ویدیو را لایک و شیر نمایید. خدا